مردم ولایت مختار کوهستان بدخشان صنعتکارای اصیل ویم خطا نمیکنیم. حتی اگر یک هفته مهلت یک چهارمینی فرنگی میکنن. نیست خانواده که موسیقی نداشته باشد، دایره و رباب بدخشی نداشته باشد، یا رقص کردن نتواند، یا سرود خواندن نتواند. اصلا من از نایه درواز تا نایه راشخاله دیدن کردم. اهمیت دادم به تازگی. خیلی زحمت کشیدیم. تازه آزاده شهر خاروق بینید، مرکز نایه شونان، راشخاله، ونگ، درواز. خیلی باز هم زحمت کشیم. خیلی مهلت کوتاه مانده است. همگی یک سال به جشن تاریخی 35 سالگی استقلالیت دولت تاجیکان. ما باید از حالا هر یک عائله تاجیک، هر یک عائله، هر کدام ما از بهتر کردن شرایط زیست خود، خانه کاشانه خود، خانه در خود، حولی خود، کوچه و محل خود و دیه و شهر و نایه خود را تازه آزاده کنیم. برای پیش از همه خودمان کنیم. ملت تاجیک ملت باستانی است. یکی از ملت‌های تمدن آفر و تمدن ساز است. در همین محفل شبانه نیز شباهت میداد. هر کس این چهارمی را برگزار کردن نمیتواند. اینقدر چهارمینی با شکوه آماده کردید. من دیدم از سالهای پیش چقدر با انتظام به نهایت در سطح بلند. این خوب است. اصلا من میبینم که آداب و رفتار و گفتار و جوانان ما مثلا ولایت مختار کوهستان بدخشان کلاً تغییر یافته است. کلاً. اصلا به شما حتی در جهت خانیش هم من تحلیل کردم در 30 سال آخر از همه ختم کنندگان مکتب های میانه 92% ختم کنندگان مکتب های میانه ولایت مختار کوهستان بدخشان با دانشگاه ها، دانشکده های عالی مملکت و خارج کشور داخل می شوند. احسن به شما. انا این است دانش آموختن، علم آموختن. انشاءالله آنها که خواندن صاحبی کسب هم می شوند. خوانید جوانان، علم آموزید، کسب آموزید، هنر آموزید، زبانهای خارجی را اسود کنید، تکنولوژی اینفورماسیونی را سطح بلند کنید. آینده این دولت، این خانه شماست، وطن شماست. شما باید صاحبی کنید، شما باید بنیاد کنید، سازید. شما باید همچون گهورک چشم امین نگاه دارید. دولت را کی می سازد؟ دولت را متخصص، اختراعکار، معمار، مهندس، عالم، دانشمند، یعنی ملت باسواد، ملت صاحب کسب، صاحب هنر. این روز تاریخی است. ببینید روز 27 ما در اینجا با شما قرار داریم. جشن را یک جای جشن گرفته حساب. نقشه های زیادی هست. با انشاءالله ما با شما وامی خوریم. لیکن جشن 35 سالگی را از حالا ایجاد کردن هم بستکارا، هم اهل زیا شعر ایجاد کنیم برای جوانان. از حالا خب سناریوهای جشن 35 سالگی را در هر یک محله، در هر یک دیهه دوردست باید یک چهارمینی
حتما گذرانیده شد. بار دیگر من صدقاً همه شما را به این روز تاریخی جشن وحدت ملی تبریک و تهنیت میگویم. به شما پیش از همه سلامتی، خوشبختی زندگی، خدای تعالی هرچی آرزوی امیدی نیکی که در دل نیتتان دارد همونا نصیبتان گرداند. وطن عزیزمان را صدقاً دوست دارید. با قلبتان دوست دارید. با کار و رفتار خود اثبات کنید. شاهیبی کنید. سازید. آباد کنید. با همه صنعتکاران، با همه اشتراکداران از صمیم قلب برای چنین چاره‌بینی که تابع کل مردم تاجیکستان را شاد گردانید منتداری صمیمی بیان می‌کنم. خوشبخت باشید، آباد باشید، سلامت باشید. جشن وحدت ملی مبارک باشد.